در نویه نیوه شهر سنت پتربورگ روسیه یک شهروند 43 ساله تاجیکستان که راننده مارشروت که رقم K53 بوده است مراجعت کرده است. او خبر داده است که شب 25 اکتبر تخمین ساعت 21:15 در چهارراه‌های برش کوچه های چرنوف و بابوشکین سه نفر ناشناس سنشان ظاهراً 14-15 به مارشروت که او نشستند. آنها زیاد غوغا کرده به مسافران دیگر خلل می‌رسانیدند و به ایرادهای دیگر همسفران خود اعتبار نمی‌دادند. در نهایت طاقت راننده هم طاق شد و او از آن سه نفر خواست که مارشروت را ترک کنند. بعد این یک صدا بلند شد. راننده حس کرد که پای راستش به سوزش درآمد. بعدا معلوم شد که یکی از نفرسان از رفتار راننده به خشم آمده از سلاح نوش هنوز نامعلوم به طرف او تیر خالی کرده است. افباشان سپس از مارشروت که بیرون شده و یکی از آنها از سلاحی که ظاهراً به پیستولت مانند بود چند مرتبه به شیشه پیش مارشروت که تیر خالی کرد. در شیشه پیش ماشین 4 از تیر باقی مانده است. خبر می‌دهد نشریه محلی. بنا به اطلاع این نشریه حال مقامات مسئله باز کردن پرونده جنایتی در رابطه با این حادثه بررسی کرده ایستاده است. پرونده اگر گشوده شود ظاهراً با اتهام افباشی با استفاده از سلاح باز خواهد شد. مارشروت که رقم K53 از ایستگاه مترو کوبچنا تا کارخانه مصنوعات آهن و بتونی رقم 1 واقع در ناحیه رباتسک شهر پتربورگ مسافر میکشاند. به اطلاع پایگاه خبری فانتانکارو راننده زخمی شده 2 سال پیش از تاجیکستان برای کار به روسیه آمده. اسنادش اما قانونی است و یگان مشکلی با ثبت نام ندارد. او در شرکت مسافرکشانی پیتر افتا کار میکند. بعد حمله او پیشنهاد بستری شدن در بیمارستان را رد کرده است.